تو پروژه از تجهیزات سیمی استفاده کنیم یا بیسیم؟ از اونجا که در حال حاضر پروتکل‌ها و تجهیزات بیسیم و سیمی رایجی در دسترسه، خیلی این سوال دارن که برای پروژه ما کدوم بستر ارتباطی مناسب تره، سیمی یا بیسیم؟ ما در TIS راهکارهای هوشمند رو در قالب هر دو پروتکل ارائه می‌کنیم، اما در صورت امکان توصیه ما به استفاده از تجهیزات پروتکل‌های سیمی هست. چرا که هنوز در دنیا عملکرد حتی بهترین پروتکل‌های بیسیم به خوبی پروتکل‌های سیمی نیست و حتی هزینه هوشمندسازی با استفاده از تجهیزات بیسیم با کیفیت بیشتر از هزینه هوشمندسازی با استفاده از تجهیزات سیمیه. اما در شرایطی که سیمکشی پروژه از قبل تکمیل شده باشه یا به هر دلیلی امکان اجرای سیمکشی هوشمند رو نداشته باشیم، هوشمندسازی رو با استفاده از تجهیزات بیسیم انجام میدیم. مرسی که با ما همراه بودید. ما در دفتر مرکزی TIS و نماینده هامون در 150 نقطه کشور پاسخگوی سوالات شما هستیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.